دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام مهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده ها، تماشابینان ما. امروز ما در خاندان زیبای خوشوقتکه دلدار آیتی مهمان هستیم. امروز دختری نازنینشان به خاندان پدر همچون مهمان قدم میگذارد، طلبان دارد و زادروز دارد. امروز تبریکات از نام معلمه عزیز خالقه و از نام حاجیانه، از نام حاجی بابا خورشید بابا، از نام نزاکت آیتی و همچنان از نام پدر مادرشان تبریک میگویم. این لحظه های خرسندی رو همراهی شمایان با هم ببینید. ما آغاز کردیم. نامش شاهنامه گفتگی نامکدی مشهور بود است. حاضر نوبت رئیس انمی گروه تبریکاتی شاهنامه شاگرد عزیزم سخندان زیبا با حسین جان نور محمدов یک تا قرصک سرتان همون کسا تکلیف میکنیم. مرحمت حسین جان، نوبت به شمایان. مرحمت. همین حسین جان برای فیضان خوش‌آواز خلقی زورش باشد اگر آینده آهلی که جدا هم درخشان آیندهش است. دولت ما نسبتاً آهلیک به جدا نقشه هاشان کلان. خدا خواهد از آهلیک شویتزاریا میسازیم. حسین این پیش دولت به هیچی نه. 1 سال 2 سال 10 سال با میبینید آهلیک شناخته نمیشده که درجه با. حسین جان شما خوش آمدید. از نام فقط آهلیکیانه، از نام تمام خلق سمرقند من همین خدمت هایی که جای نرود آهلیک میگن پندش زنند میدانن آهلیکی بودگیشه. برای همین هم حسین جان کار شما با آمد میطلبه. الها در دیده و نظر خلق همه وقت بودن شما آرزو مینماییم. نوبت با شما، خوش آمدید. تشکر میگویم معلم، همیشه باشه دوستان عزیز. تشکر. باشه. من با سلام حرفی خدا آغاز میکنم. آسمان عشق تا آستان دغدغه پرواز میکنم. السلام علیکم پدر مادران عزیز، مهمانان خویش و تباران، دو سلاله بزرگ که علاقه امروز چندین لحظه های خرسندی، چندین بزمی زیبای داماد و عروس را یک جویه به هم میبینیم. سلاله کلان لمید و فاواسی و شمایان را به خاندان زیبای خوشوقتکه دلدار آیتی خوش آمدید. نوری دیده تاج بر سر میخوانیم. البته برای ما لازم هستند خانجانها، معلمه خالقه و مدیرانه شایستانه، نزاکت آیتی، مرحمت، دلدار آیتی، همراهی، صاحب جشنی میشه و ما ندیم بانو. میخواستیم شما را به صحنه تکلیف کنیم مادران عزیز و گل عروسی نازنین که امروز با یک پیراهن ملی و صمیمانه به خاندانی پدر قدم گذاشته ایستاده است. در جشن زادروز و میلاد عمرشان قدمهایشان با فیض و با برکت و با نیکی و با خوشی باشد میگوییم. مرحمت معلمه کلین را گرفته و نزد ما نزدیکتر میبیاییم و همچنان آن جانها مادر گل عروس را نیز به نزد ما دعوت میکنیم. نزاکت آیتی مرحمت، همراهی عروسی نازنین به نزد ما نزدیکتر میبیایید. مرحمت. خوشی با برار خواهم به تو، آبرو و اعتبار خواهم به تو، در راهی پروپیچ و تابی زندگی وقتی خوشی با برار خواهم به تو. پیشی چشمت لاله سرخی بهار، سیری لاله در بهار خواهم به تو. توی داری توی خوشی با برار خواهم به تو. مرحمت. برید بله من نزدیکتر آمدن که برید. خانجان‌های عزیز، طلبان مبارک باشد. امروز مدیرانه شایستانه آن دختر نازنین که
من چند روز پیش با خاندان بختشان گسیل کردید ندیم بانو با خاندان پدرشان اولین بار قدم گذاشته ایستادند. خدا خوشبختش کند. معلم علاقی ها برآمد می بالای الهمان کند و نشسته از دستی نبیره کیلین چای نشیدن چه خیل بوده است. بهترین خدا کند که ابیره ها را تربیت دادن با را چه خیل تربیت داده علم خیلین با علم و با فرهنگ کرده کلام کردن از پیشش بهترین روزهای زندگی را دیدن برای شما نصیب کند. ندیم بانو زادروز مبارک و اولاد خجسته را از نام معلمه عزیزم از نام حاجیانه شما را از نام خورشید بابا حاجی بابا شما را تبریک میگویم. برای شما یک وظیفه بهترین است که در عوضش کلید در جنت از آن شماست. دعای نیکی ان همین پدر مادر را گرفته و هر یک وظیفه و به هر یک سخنشان لبای گفته جواب دهید اگر ان همان خوشبختترین قصر را کلیدش از آن شما و تیمور جان است. شما به آن جایی که عروس شدید چخیلی که با یک افتخار گوید می‌ارزد که در آینده فرزندان شمایان از دست چنین انسان‌های بزرگ تعلیم، مهر، محبت می‌گیرد. بگذار همراهی تیمور جان خوشبخت باشید. دعای نیک حاجی بابا و حاجیانه را هر دو طرف آن جان و بابا جان ها را گرفته نزاکت آیتی هر وقتی که از مسافرت برمیگردند بیرمولا جان شما فقط استراحت کنید چه خدمت ها باشد ما تیار هستیم گوید اگر انا همان گرد کلیت انا همان بخت از آن شمایان است. شما با آن خاندان کیلین نیو همچون دختروار قدم گذاشتید. بگذار دختروار باشید. ولی من امروز با یک شعر میگویم ندیم بانو را تبریک گویم. من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود. آرزو دارم نخست فرزند او پسر شود. نامبرداری خورشید بابا نامبرداری تیمور جان گردد میانی مردمان. نامی فرزند نخستین نامی پیغمبر شود و با یک سالگیش با سنجا رفته خدمت کند ختنه تایها کند تایهای کلامش به اشتراک کردن نصیب کند. امروز روز خرسندی است. دلیایتی دختر نازنین و خاندان شما با یک خوشی و خوشبختی با یک چهره گشاد اولین قدم مهمانیش را گذاشته ایستاده است. بگذار فقط از امروز اعتباراً مهمان شده بیاید با یک لبخنده با یک چهره گشاد سال آینده و همراهی انمی هر دو آنها با تشویش شیرین روزی باران یا روزی آفتابی گرم و هم خیلی سرسان شده یک دو گوهاره کلان برداشته خاندان معلمه ما را به دو گوهاره بندان شود. تبریک میگویم. امروز از نام دلدار آیتیم از نام خوشی پاچا برای ندیم بانو میگویم دخترم بختم زرم بال و پرم معنی عمرم سمایم اخترم با لبی خندان و چشمی اشکبار میروی امروز درگاه و درم. یاد دارم کودکیت آن زمان دستی من بگرفته تازان می شدی لیک از من دور فتاده ناگهان بر زمین افتاده گریان می شدی. دخترم لایق به همسر گشته ای در بهشتی عشق دلبر گشته ای. بگذار خوشبخت باشید. ندیم بانو دعای همین مادران را گیرید اگر در زندگی خوشبختترین زن شما هستید. نزاکت آیتی مبارک باشد. بگذار آن تشویشا که چندین روز و ماها دوان توی میکنم گفتید من حضورش را دیده استادید. همیشه در سر شما حاجی بابا معلمم صاحب سلامت باشند. این رشته خداگری هزار ساله ها باشد. میگیم امروز طلبان مبارک باشد. امروز زادروزی دختری که اینجای خاندانتان مبارک باشد. و البته در اینجا گلدسته زیبا را میخواستیم از نام اهل خانواده خورشید بابا و معلمه عزیزم نزاکت آیتی خودتان برای کلیون پاشا تقدیم کنید. مرحمت مبارک باشد. من خودی صاحبی بلاوانم تیمور جان مرحمت. کارد تیار کنم وقتی تارت بوری با کارد
اکنون شیرینی رو میبریم، تارت ها رو میبریم، از آن تناول میکنیم. امور جان و نزدیک عروستان نزدیکتر استید. معلم از آن طرف یک جای شیرینی رو میبریم، از آن تناول میکنیم. زاد روز مبارک باشد. مرحمت. شرطه. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. مرحبا اما با یک جایم حالا جان ها دست دراز میکنیم شبش هم شروع میکنیم Надо больше, просто быть возле тебя. مبارک باشه Надо больше, просто быть возле тебя. مرحبا С днем рождения, льются поздравления. دارید شما نه Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. باز شیرینی داریم از نامی خواهرشان مرحمت دلارایتی نزدیکتر میسته Для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше. С днем рождения. مبارک باشد زاد روز مبارک اکنون نیت های نازونک باز از آن جان ها شایستانه مرحمت حتی مهمانه خوش آمدید میگویم نویره را در روز فرصتی تبریک میگویم مرحمت مدیرانه مرحمت مدیرانه قریب 4 برکه است که فقط کلید را اکنون امروز نوبت شما و فقط نیت از صمیم قلب باید برآید مرحمت السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید. من امروز زادروز جیانکی نازنین ماهان ندیمه بانو و ندیمه عمری دراز سعدیانه کیفیت خوشی خیامانه صحت سلامتی رستمانه و عشق و محبت پاکی لیلی و مجنون را تمنا دارم.
خورشید سپهری به زوالی عشق است، مرغ چمن خجسته فالی عشق است. عشق آن نبود که همچی بلبل نالی، هرگاه بمیری و ننالی عشق است. سلام علیکم مهمانای عزیز، خدای عزیز، خوش آمده و در روی لغات من نوری دیده تاج سر همانتون با باید خوش آمده میگم. امروز طلبان هم زودروزی دیور یکم بوده، خوش پیر شوه خوجینش کده اخلاقش زیاد شوه اینسان همه قاطی گوره بندونا بلویه بده همه یکم روی ساخ سلامت گرده حرمت عزت و سزاوار شده خدمتی بی مولوی مولامه کن مولابوی همه کده مایدیکوی عزت کده کلونه حرمت کده پشتی همین اولوی ما رحمت شنویم همانتون باید با شماده گیره خورده خنده شنه رقص کنه همانتون باید با شماده رحمت معلمه مرحمت. السلام علیکم مهمانان میزبانان گرامی، ما شاهدی آن شده ایستادیم که امروز کلینک نازنین ما بعد از به حیات نو قدم نهادن به خانه پدرشان یکمین بار قدم نهادم. کلین جان قدم هایتان نیک باد. من امروز هم عید بالای عید زادروز دارند. کلینک ما از همین فرصت استفاده برده از نام خودم، از نام اهل اولادمان، از نام اهل عائله‌مان تبریک میگویم. بگذار 100 ساله شوید. با پسری من خوش پیر شوید، پیری و دولت، پیری به درد و به غم شده به وای رسید. یک عائله بهترین را تشکیل نماید که ما آنها باباها از پشت شما فخر کرده گردیم. باز یک بار دیگر این روزی خرسندی به همتون مبارک باشد. تشکر. رحمت سلامت باشید. بگذار علم خیل محفل های زیبای این آینه دوامدار باشد و هر بار آمده تبریک کردن نصیب کند. از صحنه رفتنش نیست. حافظی خوش‌آوازی ما آقای سفر علی رجبزاد در خدمت هستند. با راهبری شمایان همه را به رقص تکلیف میکنیم. امروز خیلی که قید کردیم جشن بالای جشن است، هم طلبان و هم زادروز. باید با رقص و بازی خرسندی امروز بعضم را دوام کنیم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. شدی مناسب استفاده برده من به شاگردی عزیزم اولا تشکری زیاد گفتنی هستم. تا دنیا باشد باش عزیزی من هستی. و سرودهای پرمضمون همه خیلی تاثیرناکتان تشکر زیاد بزرگ کردیم. به همتون تشکر زیاد. خوش آمدید به این درگاهی پرفیض. رحمت. سلام باشید. مرحبا. سرود بشید. اکنون از صحنه نرفتن و سرودهای رقصی همه را تکلیف میکنیم. مرحبا. مستی ناز لیلا هم تناز لیلا که در آرزوی تویم شب مجنون تویم در نگاهم نیستم در وصالت نیستم مستی ناز لیلا هم تناز لیلا که در آرزوی تویم شب مجنون تویم در نگاهم نیستم در وصالت نیستم. سلام از من سلام نازنین را بگفت دارایم در این
خب عزیزان امروز صاحب جشن را عروسی نازنین را در روز خرسندیشان تبریک کردیم و پیشکش شما بیننده عزیز کردیم. با ما باشید با شبکه شهنان و خود را احتیاط کنید. سلام علیکم.